سلام دوستان. جهت ساخت یه آبنامه‌های خوشگل و زیبا شما از یه زیری گلدون و چند تا قطعه چوب انگور و 2 تا چوب بامبو جهت ساخت یه آبنمای خوشگل لازم دارید. طبق تصویر برش‌ها رو انجام میدید و یکی از چوب بامبو رو از زیر سوراخ کرده تا بتونید شیلنگ پمپ رو ازش رد کنید. پمپی که لازم دارید پمپ کیوسده که الان شیلنگ رو وصل میکنید، یه طرفش هم انتهای کار به پمپ وصل میکنید. جاهایی که میبینید زشت شده و نیاز هست که پوشونده بشه شما میتونید با خزه اونو اصلاح کنید، تزیین کنید. چسب حرارتی و خزه تمام ایراد کارتون رو میپوشونه. هر جای کار دیدید ایرادی هست، مشکلی هست، شما با خزه میتونید برطرف کنید. در انتهای کار شما بعد از تست میتونید جاهایی که آبریز هست، جاهایی که میبینید که ایراد داره، میتونید اون رو برطرف کنید